با سلام خدمت تمامی عزیزان چنل پوریان همراه. امروز اومدیم با آنباکس یکی از بهترین ایرپادهای زیر 2 میلیون تومان در بازار ایران. بریم سراغش. ایرپاد انکر R50 آی. همینطور که می‌بینید این شکل و شمایل روی بسته هست، این پشت بسته و بالای بسته که QR کد رو زده. خب بریم سراغ باز کردن درب بسته ایرپاد. خیلی خوب، اینم از خود اصل کاریه که منتظرش بودیم. این دفترچه راهنماش هست که زیاد به کار ما نمیاد. میریم سراغ بقیه موارد که یکی از مواردی که واقعا به نظر من خوبه 3 جفت سری سیلیکونی هست که 2 جفتش الان داخل این بسته هست. همینجور که میبینید من براتون مرتب بچینم. در 3 سایز متفاوت هست که این 2 سایزش هست و 1 سایز دیگه داخل خود گوشی ها هست و داخل کیس شارژش قرار داره. یه کابل شارژ تایپ سی با کیفیت که مارک ساوندکور هم روش هک شده. میریم سراغ خود کیس شارژ ایرپادز ها. همینجور که میبینید طراحی خیلی عالی داره. من اینو ازش جدا میکنم. همینجور که میبینید به خاطر اورجینال بودنش یک چیزی هم پشت اینجا نوشته، ما کاری باهاش نداریم. میریم سراغ خودش. همینجور که میبینید این پشتش هست و روش هم که لوگوی انکر هک شده و شرکت برای اینکه شارژ گوشی ها نره روی خود گوشی ها یک کاغذی چسبونده که گوشی ها به کیس شارژ متصل نشن و شارژشون نره. این بود کلیت ایرپاد انکر R50 آی. وسایلش هم میچینم داخلش. بررسی کلی این ایرپاد رو میتونید داخل چنل به همراه آموزش وصل کردن به برنامه انکر ببینید و لذت ببرید.